سرخط خبرهای مهم. در روسیه دو نابالغ تاجیک زیر چرخ ماشین کارمندی بازرسی دولتی اتومبیلی ماندند. چین دو گذرگاه‌های مرزیش را با قرقیزستان می‌بندد و دعوتنامه به 92 مهاجر برای جنگ در اوکراین. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. شما نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز سه‌شنبه 17 سپتامبر. کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت مسکو سبب و عامل‌های صدمه نقلیاتی را در شهر ستوپینا که در نتیجه آن 3 نفر کودکان آسیب دیدند تحقیق می‌کنند. در این صدمه 2 نابالغ شهروند تاجیکستان و 1 نفر نابالغ شهروند ازبکستان زیر چرخ ماشین کارمندی بازرسی ماندند. در خبری که تلگرام کانال سررئیسات وزارت کارهای داخلی روسیه در ولایت مسکو نشر کرده است گفته می شود که طبق معلومات پیشکی راننده 27 ساله 3 نفر نابالغ سال تولدشان 2017، 18 و 19 را که راه را نه از موضع برای پیاده‌گردان مقرر شده بلکه از جای منع شده بدون همراهی کلانسالان می‌گذشتند با ماشینش پخش کرده است. در نتیجه پیاده‌گردان آسیب دیده با جراحت‌های جسمانی به مؤسسه طبی برده شدند. معین شده است که راننده اتومبیل کارمندی یکی از واحدهای سرناظرات بازرسی سررئیسات وزارت کارهای داخلی روسیه در ولایت مسکو بوده زمان صدمه در حالت مسیح قرار نداشته است. به نوشته نشریه مسکو ستم سمولیس از صدمه 2 برادر 4 و 7 ساله از تاجیکستان و نابالغ 5 ساله شهروند ازبکستان آسیب دیدند. همه آنها با جراحت‌های وزنی در بیمارخانه بستری شدند. والدین آسیب دیدگان از تاجیکستان مهاجران کاری بوده. پدرشان بیکار و مادرشان به حیث خزانه‌دار یا کاسیر کار می‌کرده است. پدر کودک ازبک نیز جای کاری دائمی نداشته است. نظر آنها به این قضیه دسترس نیست. ماموران امنیتی در پی یک رید در بازارهای شهر کراسنویارسک روسیه بر 92 مهاجر که همزمان شهروندی روسیه را داشتند دعوتنامه به کمیساریات‌های حربی دادند تا آنها را بعداً برای اشتراک در جنگ علیه اوکراین سفربر نمایند. در پی این رید در مجموع 520 نفر از جمله 417 شهروند خارجی دستگیر شدند. در این باره شعبه‌های کمیته تفتیشاتی ولایت کراسنویارسک و جمهوری خاکاسیا که تشکیل کنندگان این ریدها بودند خبر دادند. در بین دستگیر شدگان شهروندان ازبکستان، آذربایجان، تاجیکستان و قرقیزستان بودند. آنها برای بود و باش غیر قانونی دستگیر شدند. در شعبه تفتیشاتی کراسنویارسک گفتند بیشتر بازداشت شده‌ها به جوابگری مأموری کشیده شده، حداقل 7 تن آنها اخراج خواهند شد. به اطلاع منبع بازداشت شده‌ها را مجبور کردند که برای معین کردن دست نداشتن به جنایت‌ها آب دهانشان را برای تحلیل گیرند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ماه آگوست سال 2024 قانون درباره قید حتمی حربی پس از گرفتن شهروندی این کشور را امضا کرد. رعایت نکردن آن اساس برای محروم شدن از شهروندی روسیه خواهد شد. این قانون اساساً به مهاجران آسیای مرکزی دخل دارد. چند ماه اخیر در روسیه قانون‌های مهاجرت تا رفت سخت‌تر می‌شوند. بعضی شهرهای این کشور کار مهاجران را در تاکسی و تجارت و کار سودای و خدمات رسانی اجازه نمی‌دهند. در بخش نظرسنجی این دفعه ما از ساکنان پرسیدیم که شما با مقامات تاجیکستان برای بهبود شرایط مهاجران کاری در روسیه چی مشورت می‌دهید و به نظر شما چگونه می‌شود وضع را عادی کرد؟ همون خطاهای خودمون سر می‌زننده بگیم. رفتی همون شرایط هم دولت نگاه کرده با همون شرایطی هم دولت هسته همون وای رفتار کردن دکو. اکنه یکی مثال وای رسم آیین وای قبول کردن دین آیین وای اخلاً همون رفتاری کردن دکو که به همون چی طور بغلطه دام چیزش. وای شده درست در بغلطه کنم. سوچت میرم میبیام می دکمیم پرابلم فقط. حتی قیمت از این هفته نمیشه که ایس کوارتیره ایس رجیستراسیون ایس پوشدن خوردن اما دکمنتش کمک پرابلم برای واسبین. یا میکنن یا نمیکنن یکون پرابلم میآورند. نمیره ادمینیت کنن خوب میشه همین تمام دیگه یکون. ما با حکومت هست دولت هست. برای همین تو حکومت و دولت خودش سرانجام نکند این کارویا یکون کار پیش نمیره. همش چیز ایدست دولت، ایدست حکومت، ایدست رئیس. همین خیلی. اما تمام حجت گذاری که همون دولتی که مهاجرت میکنی پره باید که رعایت کرده شد. حجت ها اگر همه
در دایره قانون‌های عمل کننده باشد. اگر یگان کس یک گپی زود شما بگفته نمیتواند. هست گفته چیزا که گل بخار نمیشود. بعضی رسم‌های هست که در اونجا قانون قاعده ویران میکنه. بنابراین بعد همو یک شخص کتی میگه من فلانی این کار کس عکس کلا در شوربا میزند. اگر خودش رو نقض نگاه کنه قانون رو احترام کنه و هم احترام میکنه. هر یک آدم باید خودش احترام کند. وقتی که خودش احترام کرد و هم احترام میکنه. خوب کردن در خوب رفتار خوب رنگ آدم خیلی موش روی آدم میگه گپ میشه صد آدم میگه گپ میشه. فرق نداره یا در روسیه باشه یا که در مملکت خودش باید قانون و قاعده رو رعایت کند. شخصا من به نزدیکی ماهی مرد در همون تتارستان بودم یا پاروسیام در رفته بودم خانه دخترچم همون جایم همونجا زندگی میکنه خانه و در داره دومادم اوید به ساحه سودا تجارت که سر و کار دارد مقصد که در همون ساحه سودا هم که باشد همون هر ماه اگر همون مبلغی که از چی جدا میشد بسپارش یا این پسرم در چیه مسکو داید من امر قطیش در علاقه میشم میگه دادا جون همین هر یک نفری که اینجا میبیاد مقصد برای یک مبلغ کار کردن پیش از اون باید با همون حجت‌های یک سالش باید کند مقصد که همون حجتی اگر که حجت گذاری نکنی مقصد که درآمد دولت هم از حساب یه هست این درآمد مقصد که با فوند مقصد ساحه اجتماعی مقصد نفقه خوران میروند معلمان میروند دکتران میروند شما فکر کنید که اگر شخصم این من ماشین دارم ماشین خدمت معاینه تکنیکی نگذرانم زمین خواجگی دهقانی دارم انداز شکل نسپارم دولت از کجا درآمد سرچشمه درآمد هر یک دولت از حساب همین مقصد که شهروندان انداز است برای همین قدر این من همچون شهروند میگم که با تمام شهروندان جمهوری که فرق نداره در گجای نباشند یا در جمهوری خودمون یا که در روسیه یا در اروپا باید قانون و قاعده رو باید رعایت کنند. بیننده های عزیز شما در این موضوع چی پیشنهادی دارید؟ به ما نویسید. عبدالرشید دوستم جنگسالار ازبک تبار و معاون سابق پرزیدنت در نظام جمهوریت در افغانستان خواستار تشکیل یک حکومت در بیرون از این کشور شد. دوستم 15 سپتامبر در نشست شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان در ترکیه پیشنهاد کرد که حکومتی برابر با حکومت طالبان تشکیل کرده شود. او گفت که بر ضد این گروه تندرو مبارزه میکند و مدعی شد که میتوانند حکومت طالبان را شکست دهند. طالبان تاکنون در مورد این اظهارات دوستم واکنش نکردند. این جنگسالار که نیروهایش بر نقض حقوق بشر متهم میشوند سال 2023 گفته بود جنگیان او آماده هستند ضد طالبان بجنگند. اظهارات دوستم در حالی صدا میدهد که مقامات آمریکایی تاکید کردند که از گروه‌های مخالف طالبان حمایت نظامی نمی‌کنند. مقامات آمریکایی چند بار با مخالفین طالبان دیدارهای داشتند. عبدالرشید دوستم فرمانده جهادی و از راهبران ازبک‌های افغانستان است. او ماه آگوست سال 2021 یک روز از قبل از سقوط حکومت افغانستان از این کشور فرار کرده بود. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. چین دو گذرگاه‌های مرزی با قرقیزستان را موقتا می‌بندد. کمیته امنیت ملی قرقیزستان خبر داده که گذرگاه‌های توروگارد، افتادروژنی و ایرکشتم افتادروژنی از 17 سپتامبر بسته می‌شوند. منبع افزوده که فعالیت گذرگاه‌ها از 18 سپتامبر دوباره سر گرفته خواهد شد. سبب موقتا بسته شدن گذرگاه‌ها شرح داده نمی‌شود. و بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 17 سپتامبر سال 1934 آسایشگاه خواجه آبیگرم به کار شروع کرد. این آسایشگاه طبابتی در منبع آب‌های معدن و ردان بنیاد شده برای معالجه بیماری‌های اعضای هاضمه مشورت می‌شود. آسایشگاه در حدود ناحیه ورزاب و قطارگاه‌های حصار در بلندی قریب 2000 متر در سطح بحر ساخته شده، حالا هم یکی از مکان‌های معروف طبابتی باقی می‌ماند.
17 سپتامبر سال 2013 در معرکه انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان نخستین بار در تاریخ انتخابات این کشور یک زن خواست نامزد انتخابات پرزیدنتی شود. از حقوقشناسان حال بابا نظر و حزب نهضت اسلامی دستگیری کرد، ولی با سبب ناکافی بودن امضاها نامزدیش به قید گرفته نشد. راه نیافتن نامزدی او به انتخابات مورد انتقاد جامعه جهانی گردید. 17 سپتامبر سال 1948 صد روز کارگردان معروف تئاتر تاجیک فروخ قاسیموف است. بنیادگذار تئاتر مستقل اهارون از کارگردان‌های نوآوری بود که قصه‌های یوسف گمگشته مولانا و اسفندیار فردوسی را با اسلوب نو و ملی تقدیم کرد. پسر هنرمندان معروف تئاتر و سینما محمد جان و مشرفه قاسیموف‌ها در 62 سالگی بعد بیماری طولانی درگذشت. کار اهارون را همسرش صباحت قاسیموفا ادامه داد. صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی رو با 116 سومانی، 100 یورو با 1185 سومانی و 100 دلار رو 1065 سومانی مقرر کرده است. این قربی رسمی است و از بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اخباری از این بیشتر را دوام روز در سامانه و صحیفه‌های اجتماعی رادیو آزادی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدار.